این خانم 27 ساله با 4 تا بچه به خاطر داشتن مقداری طلا توسط اون عکاس حرومزاده به قتل میرسه. خواهش میکنم کلیپ رو ببینید و پخشش بکنید. مادرای عزیز، پدرای عزیز، بچه هاتون رو، همسرانتون رو، دخترانتون رو با طلا و جواهر بیرون نفرستید. خانمای محترم، با طلا جواهر بیرون نرید. خواهش میکنم ازتون. مملکت ما رو فقر و فساد برداشته و هر کسی ممکنه وسوسه بشه یه نقشه‌ای براش بریزه. خانمای محترم، خواهش میکنم با طلا و جواهرات با علنگو بیرون نرید. خیلی خطرناکه. توی مملکتی که فقر و فساد همه چی رو برداشته، طلا و جواهر آویزون کردن از سر و روتون به خاطر چیه واقعا؟ مملکت ما نابود شده توسط این آخوندا. هر روز کشتار و جنایت هست، هر روز قتل و فساد هست. خواهش میکنم ازتون همراه خودتون طلا جواهر نبرید. بچه هاتون اگه گوشواره دارن، علنگو دارن، نمیدونم انگشتر دستشون، به هیچ عنوان راهی مدرسه و بیرون نکنید. با اسنپ و تپسی نفرستید، با تاکسی ها نفرستید، با سرویس های مدارس نفرستید اگر طلا و جواهر همراهشون هست. جون بچه شما بیشتر از اون طلا جواهر رو ارزش داره. خواهش میکنم رعایت بکنید. دیگه این چیزی نیستش که من بخوام به شماها بگم. خود شما از وضعیت مملکت ما خبر دارید. خواهش میکنم این کلیپ رو انتشار بدین تا همه ببینن.